برای به یک ویدیو رو لایک کنید، چنل ساب کنید، همون یاد میگه کنید توی این قراره که بریم کرفت و به آخرش برسونیم. من یه دقیقه درست کنم یه ببخشید من یه دقیقه کرفت. حالا ما یه چوب بزنیم سریع. بعد از اون ویدیو نیماتک دو دیگه میشه گفت که ویدیو نذاشتم. اونم چند روز پیش گذاشتم، گفت 3 روز پیش گذاشته بودم. یکی از ویدیو نیماتک دو رو گذاشته بودیم، اونم به فاک دادیم. ما اول اینجا باید یه چوبی موبی بذاریم درست کنیم. ببین کلفت من زیاد بلد نیستم دوستان، ببخشید. کلفت تیبل میگن، میذاری اینو میزنی روش. به این نمیدونم یعنی چی، من زیاد بلد نیستم. ما یه کلنگ میسازیم با یه تبر، من نمیدونم اسم اینو چیه. حالا شما تو کامنت بگید اسم اینو. اگه این ویدیو بالا 30 تا لایک بخوره میشه اینم کل میذاره بازی لایک داره دیگه. ببخشید چون بازی باز چی باید بزنی. بازی خیلی لگه شمی سر هارکورت یه روش چی کردم پیدا کردم دوشون دونسته کورس سخت قوی خیلی باله. هزنی آموزه اگر ماینکرافت مودو میخواید کامنت حتما بنویسید. کامنت نمولو بسمن کامنت اول باید تو تخت بده کنید، بعد داریم وسیله همون رو سنگی کنید و بعد بریم یه بیسی بسازیم. بیس میگه چی میگه، خونات بسازیم که تو خونمون بتونیم آره راستی سر اون ویدیویی که 3 ماه پیش ویدیو گذاشتم گفتم که اگر این ویدیو گفتید خیلیتون گفتید تو کامنت گفتید متین کچل کن، منم کچل کردم. ولی قیافه‌مو نمیذارم، خیلی بد شده خوبه ولی کچل کردیم دیگه. میذارم تو پستا حتما هست، پست که میکنم اونجا هست بگیرمش. اگه دیدید نبود یعنی یوتیوب حذفش کرده. دوستان ویدیو نیماتک دو من یه خبر خوب دوستم که صبح بازگذار شد چون نیماتک دو رفته بازداشتگاه زندانه. تمامش دروغه فقط پیجو بسته و ما سر همین قضیه خیلی خوشحال شدیم. حالا تکدو بکنم گفت توی 1 ماه برگرده. باز ممرزا رو که میشناسید خرفونس رو داریم اول کار ویلجر بده کردیم دوستان. رو خیلی خرفونسم شرمنده. وحشید یه ادیت بلد نیست، ادیت نمیتونم بذارم رو ویدیو چون من همش واسه ما توی یوتیوب ادیت و بلد نیستم. شرمنده تونم برون زیاد باده بگیر این تخت بزنم من داداش بری کنم. نه آیرو بونش میبودیم که آیرو بونش میبزنیم بری تختی و آیرو بونش میبزنیم. زمان ماینکرافت 2-3 نفری با بچه در محل رو بذاریم
آیا قلمش کجا؟ بزرگتون کجا بچه‌سو؟ بزرگتون اینجا. بزرگتون بگو چی؟ بزرگشون کجا؟ مرده. یالا سریع ویدیو چه هارون زاده. لا لا من نمیخوام فاش بدم. کرم چون دارم من مسی. من ویلیجر پیدا میکنم. ما ویلیج ما زیاد ماینکرافت بلد نیستم. ما فقط بازی میکنیم. باز اسمشونو بگم. من ریدم پس کردنت. واقعا که من ریدم پس کردن تو. بیا ویلیجرت الان کنم دیوس. به قول ما چی؟ غلام علی. غلام علی تو روغن همه سر انتظاره. مثل تو روغن است نیست. آره یکی فایده نداره. من آدمکمو نتونستم بیارم. تازه به روزشون کردن نمیشه. من آدمک داره. من کجا ویلیجر رو پیدا کردم؟ هارون زاده. آدمه که اونطور میشه ویلیجره. نیست ما وستیس اومدیم. من ریدم پس کردن آقات را معدنمون. حالا بعدا معدن بده کردی میمیره. ما غذا نداشتم. پریدم با این زدم به فاک رفتن. بچه غذا من بر نداریم امروز. این اول کاری قارت کنیم. اول کاری قارت کنیم بریم دیگه. سازندش ماینکرافت ساخته که این آدم تخم سگ. تخم سگ حرف بدی نیست ولی خیلی تخم سگی. میدونیستی دادش؟ خیلی لاشی. خیلی حروم زاده. من پیکست میترسم. حروم زاده تخم سگ. من هیچی نمیگم. برام بذاریم اول بسم الله یه تختی مختی پیدا کنیم. اینجا چی داریم؟ بابا عشق و حال اول بازی. من بیرون رویش بپوشی خفن شلواره. من باید تخت بده کنیم. بگیرم و کف مرگم رو بزنم. من زنبه میزن اینجا چی الان میگفتم تخت پیدا میشه. یه تخت لاشی بده کن شد. سعی میکنم حرف بد نگه. دیگه بخواب. اوه گرفت خوابی. یک روز صلوات. یه دروگون پشت داره. همینو بکنید تو جونش. بریم سنگ بزنیم.
باید سنگ بزنیم اینجوری که نمیشه سنگ بزنیم دیگه وسیله رو سنگی کنیم بریم جلو تبر که سنگ میزنیم باید سنگ پیدا کنیم سنگ از کجا میاد قار نه توی همه جا پیدا میشه میگی تو داخل کامنت ها متین یعنی چی؟ متین پشت سرم این یه خوشونسیم از این هم هست بریم نو اینجا خیلی غاره نه زیاد غار نیست ولی خیلی غاره گفتیم اونجا قبلا گفتیم بریم اون بالا زنگ بزنیم شالا یه هیچی نمیشه ببین آنها خر خوشسانس باشه بعد بیمیری لباس مماس داریم هیچ مونش زومبی یه بارونی اسکلتون اندازه دایناسور اونجا وایساده منتظر ما وقتی حالا سعی نمیخوای میشه سلام میایی بالا میینی یا اول فصل با سنگ منو حس ندی سنگ بدی به باشی مردیدم پس کردن شاید ماست خدایا برم 2 بار بمیرم باختم قبل سنگ برداریم بریم بعد این کار بریم دنبال غذا ما باید برای زیاد پیدا کنیم 30 تا میخوایم ما خونه خودمون تکه بسازیم یه جوره که اشاره نمیاد که زغال هست انشالله برامون بزنیم تا موقع هر میذاره یه لاش پایین نریم با من ریدم باز کردم دارنده در مانکرفت آپدیت داده بودن آدم میتونه رو عوض کنم من یه دقیقه که من رو بیارم کجا بازد میرفتیم کجا این بعدم کم رو بیارم من دیدم من یه ذکر باید ببخصه بس سانسور کنم ببخصه من یه ذکر باید کدوم بودی من عکس ندارم ببخشید نه ذکر باید من سانسور میکنم ببخشید من آقای بابام زمان من رفتم این کار از خود هوید کره خود چرا ما نیومدیم اینجا بزنیم نه سلط داشته باشم آره اینو ما اومدیم گفتیم بذار با اون آقای برونزون سیم آقا هوید هست میگو هست برداری هست همه هست ما نبیسیم یه آقا بابام زنم خیلی خوست کرده بچه اینجا یه دقیقه تو برقه بذار من لباسمو بردارم هنوز این اسکینمه خیلی خوشگله
بعضی جاشو ریدم و بلد نیستم. میری چر بزنیم یه چربمون نشه با ویلیجر. چنون خونه بسازی چون بیارم خونه بسازیم. من همیشه دوست داشتم. من تو واقعیت خودم خونه جلو دارم. من دلو گفتم خونه ندارم. مامانم من موقع به 1000 سابسکرایب رسیده خونه جدید میاری. یه استودیوم کوچولو دارم. چرا هیچی نیست. چرا فقط یا الان یه دایناسور میاد جلو دو ماینکرافت. ویدیو گوشتم دوتا ویدیو گوشتم. خواست گوسفندای عزیز بعد یه خونه بسازم. 40 ستون 40 پنجره 40 ستون 40 پنجره 40 ستون 40 پنجره 40 پنجره. من وسیله‌مشو سنگی نکردم. ما بریم وسیله‌مونو سنگی کنیم بعد بیام ادامه کار. خب بس ما باید این کنار یه بسازیم. یه منوقه چیزی بسازیم. یه مره یه قله. حالا این سالا که قله میسازیم برای آخر لگ بازی من آوردم جلو چشم. کرفت تیبلت برمی داره میاریم. این کرفت تیبلت معدده تخته. بعد این رو باید توب درست کنم. بعد توب باید بسازی. توب باید چی درست میشه؟ توب درست میشه. توب هم از توب من نفهمیده شرمنده. ما 66 تا چوب داریم آقا. خب ما الان باید اول چوب وسیلامون رو سنگی کنیم. اگر رسید یه دونه تبر داریم من و تو با این دیب آنمون نم قلابونه با این دیب آنمون نم قلابونه 6 تا داریم. همون دارم بابا برای این وسیله رو میبریم داریم اینجا یه چستم باید بسازیم. برای میسازیم ما همین چنان یه سوال باشه آقا چرا داخل خونه اینا وای نمیسید. هرکی خونه خودش شهرداری نیومده برای ما خونه بسازید. مانون نداره. خونه خودت رو تعیین میکنی. ما ربطی نداره. یه بار قبل از که یوتیوبر شم حلل بزنیم یه داداشی داشتیم. داداش که نبود سخلا من ماینکرافت بازی کنیم. گفت شهرداری نداره. گفتم شهرداری نشه خودت خونه تو بسازی. گفت آقا من نمیسازم خودت بسازی. گفتم جان نشید نمیسازی. من نمیسازم. گفتم خونه خود درست کرد بعدش فهمید که آره آقا ماینکرافت اینجوریه. من نمیدونم امروز آخر چال خورده. حالا ما چیمون تمام ببینم هیچ عیبی نداره. روچو بازی باز خود هیچ عیبی نداره. ما میریم باز میاریم. چلاق نیستم که برای من چلاق میریم اون ببینی یه کلته ماینکرافت 2 نفره بازی. حتما ویدیو رو لایک کنید. حتما من میترسم برم اون بر ولی چوبش زیاده. ولی حسابی میشه یه خونه خفن باشه. منطقه خود چوباش میزم بودم هست. ببین یه چیز دیدی فرار.
چیزی نمیدونم سنگ بیاریم. سنگ رو به صرفه ترسه اون سقفمونو یه جایی میخوایم بسازیم که باحال شه. نمیشه باحال برگردیم. من اینجا میترسم. یه دقیقه دوست من برم سمت ویلیج. این در رو ببندن. بچه ها داره میترسونه. شرمنده بچه این پنجره همه شرمنده از دور استادیوم. چیه من چه اسکولی اما بودو آجی بودو گاوین گاو مانکرافت هیچ وقت آپدیت ندید. من نظر من هیچ وقت مانکرافتتون آپدیت ندید که بعدش قراره که به فاک برید. مانکرافت درسته چه بریم نزدیک تا حاجی بگیریم بخوابیم. چه اسکولی هم تا همینجا بگیریم بخوابیم. و من ریدم بس کردنه. خوابیدیم روز دوم. پناه رسید. زومی نبود. من زومی میترسم. انشالله که هیچ زومی نیست. زومی باشه اینجا خونم نسخته. مخونه نه درم نخونه. اینا ما اینجا یه ذره چوب بزنیم. بعدش میریم غذا مزامون اوکی میکنیم. اصلا نداشته باشی که خونه نداره. خونه بذار میسازیم. اصلا نداشته باشین که آهن نداره. یه خیلی دارم. آخر بازی دراگون کشی بریم اونجا خودمون رو بکشیم. بازی بخارش بزن. اگر گوشه خیلی دیگه دا کنم و پارتش میکنیم. هر پارتش رو یه پارتش میکنیم. نفهمید شرمنده. وسیلمون رو الان بیاریم داخل که برداریم داخل خونم که خونمون قشنگ شه که ببریم بخوریمش. اینا هست این دورش. بابا اون ویلیجر رو میبینید او اونجا پایینش یه ازش کننده خب اونجا ما چوبشو میزنیم. بعد در محلوم میده باشه دارن چوب کشی میکنن دوتون کنی. حالا من چکی میزنم. من خیلی دارم چاخان میگم. شرمنده دوستان ما چاخان میگیم دیگه شرمنده تو رو. شیش تا از اونا درست میکنیم. اگه پشم ما نیاز نمیشه پشم میذاری پشم. اینو دیگه یه ردیف من نشنم نمیشه. ردیف نه زشته. بابای میاد پشم. هش دوست داری بابا بیاد. ما از اینا میگیریم درست میکنیم. ما 45 چکو کنم شرمنده تا این ویدیو بالد دیگه ما شرمنده ما ادمنده بابانم یادم شرمنده مادر عزیز ندارد ویدیو منو اصفات ویدیو منو نگاه نکن. من لبت ندارم بعد فرض بگو ویدیو نکن ببس شرمنده من دست من هیچ دارم. من فقط میقابیم ما تو کنم کوچی بابا من خارد قلاب کشت چشه این نگاه نکنین زلا بود. یعنی من میدم تو قلبش نگاه کنه اینجا بیدرده مرد حسابی کسافه چون چونه 10 بدیم همین چنین میذاریم برای درمون مگه اینجا هست اینجا میکنی شیشم باز کنم نه قشنگش کنیم
یه آخر لگی بود دیگه گوشه دیدیم. بابا این هم از خونه خفنمون. ما بریم یه ذره شمم بتوزیم بزنیم. نمیدونم چی من ریدم پس کردم امرالدی میره شون بدبخت ویلیجر زمان قدیم پر انرژی ها. این وسیله رو بیاریم. این مثل اعصاب کشی فقط چون که وانت نداشتیم از دیگه شر عجیبی نیست. تخته اونور میذاریم میگیریم میخواد بهت میگم بخواد اما این میخوام بابا این تخت دیگه بخواب نه دیگه بیشتره. این کرفته ولمون پخت و پز میکنیم ما تو دست خوبی زد فضا نمیزنیم. خب تا پارت بعدی خدا نگهدارتون باشه. خدافظ.